با سلام و درود خدمت دوستان و همراهان گرامی در قبیله راسمرد. امروز میخوام باهاتون راجع به یک اصل معنوی و درونی صحبت کنم که میتونه زندگی رو خیلی بهتر، خیلی روونتر و خیلی جذابتر بکنه، چه از لحاظ دستاوردهای درونی چه از لحاظ دستاوردهای بیرونی مثل مادیات و موفقیت بیرونی. یه اصلی هست که خیلی تأثیر میذاره و زندگی آدم ها رو خیلی عوض میکنه. میدونم شاید خیلی از شما یا بعضی از شما دارید کانال ها و منابعی رو دنبال میکنید که بهتون میگن اگر اسمتون رو عوض کنید، ارتعاش اسمتون رو عوض کنید، زندگیتون و سرنوشتتون عوض میشه. یه عده دیگه‌تون دنبال کانال‌های ستاره شناسی هستید، از اونا انتظار دارید که بهتون بگن چه حوادثی براتون اتفاق میفته، چه کاری رو انجام بدید کار بهتریه. یا یه عده دیگه‌تون هستید احتمالاً یه سری اعداد، توالی اعدادی که شاید معنی خاصی نداره یا معنیشون رو نمیدونید روی کاغذ رو یا روی چیزای دیگه مینویسید، همراه خودتون دارید، انتظار دارید اینا یه چیزایی رو جذب کنن، ثروت جذب کنن، یه سری تغییرات برای شما ایجاد بکنن. یه عده دیگه دارن آدم‌هایی رو دنبال میکنن که موجودات فضایی یا موجودات ارتعاشات بالاتر رو کانال سازی میکنن، اونها پیام میفرستن برای انسان‌ها که چه کاری بکنن، چه کاری بهتره، چه راهی رو برن. من نمیخوام از هیچ کدوم این راه‌ها انتقاد کنم یا بگم غلطن. شاید در هر کدومشون یه حقایقی نهفته باشه و شاید هم تا حدودی زندگی شما رو تغییر بده. ولی واقعیت اینه اگر بخواید عمق وجودتون رو در این زندگی تغییر بدید، یعنی تغییرات عمقی ایجاد بکنید، اولین قدم معنوی، اولین قدم درونی قبل از هر کار دیگه‌ای مفهوم توبه است. یعنی به هر کسی که آسیب زدین اینا رو به خاطر بیارین و سعی کنید که همه اینها رو طلب بخشش کنید و گره های کارمیکی که با این آدم ها ایجاد کردید باز بکنید. حالا در مراحل بالاتر خیلی وقتا میبینید حتی گره کارمیکی که پدر و مادرتون یا اجدادتون ایجاد کردن، یعنی به اصطلاح کارمای اجدادی رو هم شما باید پاک بکنید. یعنی وقتی از لحاظ روحی خیلی پیشرفته میشید طبیعتا روح به اون سمت هم میره. اما قبل از اون باید تمرکز روی خودتون و کارمایی که با آدم ها ساختید، چیزهایی که از آدم های دیگه به ناحق گرفتین، دلشون رو شکستین، زمانشون رو دزدیدین، مادیاتشون رو دزدیدین، حقیقت رو ازشون دزدیدین، هر چیزی که بوده، همه اینها رو شما باید به یاد بیارین و از اون طرف طلب بخشش بکنید. و بخشش هم کلامی نیست، یعنی اینکه شما به یه نفر آسیب زدی بعد بری ببینیش بگی مثلا من فلان کار رو در حق تو کردم منو ببخش. خیلی آدم ها میبخشن به خاطر اون حالا قواعد اجتماعی که هست و ما ایرانی ها معمولا سعی میکنیم آداب و رسوم رو رعایت کنیم و مثلا محترمانه برخورد بکنیم. اگه خیلی به طرف آسیب جدی نزده باشی احتمالا خیلی راحت تو رو کلامی میبخشه، اما این قبول نیست. یعنی بخششه باید با قلب باشه و معمولا اینی که قلب یه نفر صاف بشه زمان نیاز داره. یعنی اگه شما به یه نفر آسیبی زدی و میخوای اون تو رو ببخشه یه مدت باید زمان صرف بکنی و از اون جنبه‌ای که بهش آسیب زدی سعی کنی اون جنبه رو درست بکنی.
یعنی اگه از لحاظ روحی به این نفر آسیب زدی، باعث افسردگی و غم و اندوه و مشکلات روحی شدی، باید سعی کنی یه کاری بکنی که این از لحاظ روحی خوب بشه. یا اگه به یکی از لحاظ مادی آسیب زدی، سعی کنی از لحاظ مادی اون رو برطرف کنی. یعنی توبه باید از جنس اون کاری که کردی باشه. در فرهنگ خودمونم همیشه بوده دیگه. یعنی یکی از مفاهیم مهمی که توی زرتشتیگری بوده، توی مهرپرستی بوده، توی زروانیسم بوده، یعنی همه اون آیین‌ها و مکاتب ایران باستان، در همه اونها قداست جان خیلی مهم بوده. یعنی هر موجودی که جاندار بوده مقدس محسوب می شده، چون معادل خدا بوده. نه یک بخشی از خدا، نه بنده خدا، نه شبیه خدا، نه مخلوق خدا، بلکه در ادیان ایران باستان باور این بوده که به شکل بالقوه هر موجودی خدا رو درون خودش داره و میتونه یه روز به خدای کامل تبدیل بشه و خودش شروع کنه به خلق کردن و ابراز اون چیزهایی که درونش هست. پس نیازردن جانها، آزار ندادن موجودات زنده و انسانهای دیگه یک اصل خیلی بالا بوده. حالا از دید شاهنامه اگه بخوایم نگاه بکنیم، اول آزادی بوده، آزادی فردی بوده و بعد این نیازردن جان بوده که در منش پهلوانی رستم این خیلی مشخص بوده و خیلی جاها سعی می‌کرده از اون جنگ و خونریزی اجتناب بکنه برای این احترامی که قائل بوده برای زندگی هر موجودی یا هر انسانی، منهای این که حالا چه دین و مذهبی داشته. این در فرهنگ عامه ما هم هنوز هست. یعنی مردم عامی، مردم کوچه بازار خیلی روی این که مردم آزاری نکنی تاکید دارن. همون شعر هم هست که میگه می بخور منبر به سوزان، مردم آزاری نکن. نشون میده هنوز این خرده در میان مردم ما وجود داره. یعنی مقیاس سنجش آدم ها اینه که آدم خوبی باشی و مردم آزاری نکرده باشی. من یادم چند سال پیش پدر بزرگم فوت کرد و توی مراسم خاکسپاریش در واقع شرکت کرده بودیم. آدمای خیلی زیادی هم اومده بودن، چون آدمی بود که محبوب بود و به همه کمک میکرد و اینها. بعد من میشنیدم آدما داشتن صحبت میکردن، همه میگفتن که خدا اینو آمرزیده، جاش توی بهشته، چون خیلی آدم بی‌آزاری بود، ضررش به هیچ کس نرسید. نمی گفتن مثلا این نماز خونده، روزه گرفته، نمیدونم حج رفته، کارهای دیگه کرده. اینا از دید مردم توی اونجا هیچ اولویتی نداشت، بلکه اینی که به هیچ کس آزاری نرسونده یا به همه دست خیر داشته، کمک میکرده، این یه فاکتور مهم بود و این در خرد جمعی ما ایرانی ها هست. و این مفهوم برای رشد درونی، رشد روحی خیلی مهمه. شما اگه بخواید درآمدتون رو ارتقا بدید، روابطتون رو ارتقا بدید، قدرت‌های معنویتون رو شکوفا کنید، قدرت‌های درونیتون رو شکوفا کنید، در وهله اول باید کارمایی که با بقیه آدم‌ها دارید رو صاف بکنید. دلهایی که شکستید، موجوداتی که آزردید، اینها باید پاک بشن. ما داستانهای خیلی زیادی هم داریم که آدم‌هایی رفتن پیش علما، روحانیون، آدم‌هایی که کرامت داشتن، قدرت‌های زیادی داشتن و یه درخواستی کردن. اون آدم بزرگ در وهله اول گفته مثلا فلانی مادرت مثلا از دست تو ناراحته، چون خب پدر و مادر اهمیت خیلی زیادی دارن ولی فقط به پدر و مادرم ختم نمیشه و
همه آدم‌هایی که شما باهاش ارتباط داشتید رو شامل میشه. طبیعتاً آدم‌هایی که باهاشون نزدیک بودید، رابطه احساسی داشتید، رابطه خونی داشتید و این ارتباط قوی تر بوده. اگه آسیبی زدید این آسیب بیشتر به اون فرد یا در واقع بیشتر رو زندگیش اثر گذاشته، اون آدم‌ها اهمیت بیشتری دارن در این جستجو. حالا من یه کتابی هم میذارم مال آقای بهاری هست، شیخ محمد بهاری، اهل بهار همدان هست. یکی از علمایی که کمتر شناخته شده اما دارای کرامات بوده ایشون و خیلی آدم بزرگی بوده، خیلی هم بی سر و صدا بوده. حالا کتابش طبیعتاً تم اسلامی داره، خیلی دعاهای اسلامی داره و اگر اسلام قبول ندارید یا خیلی مذهبی نیستین میتونید فقط به اون ساختار نحوه توبه‌ای که میگه توجه بکنید، چون ایشون یک سالک واقعی بوده و من معتقدم درس‌های معنوی و درونی وقتی آدم این رو از کسی بگیره که خودش اون کار رو انجام داده، اون کار قدرت داره. یعنی یه نفر میبینی شاید کلامش خیلی زیبا نباشه، خیلی صدای مثلا جذابی نداشته باشه یا قلمش مثلا خیلی عالی نباشه، اما چیزی که درس میده رو خودش واقعا تجربه کرده و این کلامه روی ما میشینه. از اون ور یه نفر میبینی 100 تا کتاب میخونه، خیلی قشنگ حرف میزنه، همه چیزا رو هم بلده، همه کلاس‌ها هم شرکت کرده، خیلی جذاب و قشنگ و اینا، یه چیز درس معنوی به شما میده، ولی هرچی گوش میدی خیری ازش بلند نمیشه، یعنی به عمل نمیرسه. میبینی 1 سال 2 سال درسای استادی رو گوش میدی، بعد همون نقطه‌ای که هستی بعد خیلی وقتو به خودت میگی شاید من خوب انجام نمیدم، شاید بیشتر تلاش بکنم، ولی واقعیت اینه اون کلامه اقتدار نداره، یعنی اون آدمه اون کاری که میگه رو خودش انجام نداده. حالا یه داستانی هست از پیامبر، نمیدونم این داستان چقدر واقعی سندیت داره، ولی از اولین باری که من اینو شنیدم به دلم نشست و سعی کردم توی زندگی خودم هم این رو پیاده بکنم. میگن یه مادری بچه‌ش رو برد پیش پیامبر، گفت پیامبر این خرما زیاد میخوره، لطفاً نصیحتش کن، بهش بگو خرما نخور یا خرما زیاد نخور. بعد پیامبر گفت خب مثلا امروز نمیتونم بگم، ببر فردا بیارش. دوباره فردا همین داستان تکرار شد، باز پیامبر گفت ببر فردا بیارش. 3 بار همین اتفاق تکرار شد. روز 4م مثلا پیامبر دست این بچه رو گرفت، با مهربونی بهش گفت مثلا پسرم خرما زیادش ضرر داره، زیاد خرما نخور، مثلا 3 تا دونه در روز، 5 تا، حالا هر چقدر، و به حرف مادرت گوش کن و اینها. بعد وقتی میخواستن اونجا رو ترک کنن، مادره گفت پیامبر خب این حرف که ساده بود که به این بگی خرما زیاد نخور ضرر داره، چرا اون 3 روز قبل اینو نگفتی، گفتی برو بیا دوباره؟ و پیامبر گفت که اون 3 روز قبل من خودم خرما خورده بودم و نمیتونستم به یه نفر دیگه بگم خرما نخور، در حالی که خودم اون روز اون کارو کردم، اما امروز حواسم بود دیگه خرما نخوردم و الان میتونم پسر تو رو راهنمایی بکنم. حالا میگم اگه واقعا هم این داستان اتفاق نیفتاده، ولی به شکل نمادین نشون میده که منش آدم باید این شکلی باشه، یه کاری رو اول خودت انجام بده، نتیجهش رو ببین و بعد به بقیه توصیهش بکن. میگم اگه منم بخوام یه چیز به آدم ها بگم، یعنی آدمی بیاد بگه فقط یه درس درونی، یه درس خودشناسی به من بده، من نمیخوام مثلا مراحل پیشرفته رو برم، فقط یه درس برای کل زندگیم، میگم توبه واقعی. چه ضررهایی که به خودت زدی، چه ضررهایی که به دیگران زدی، بشین همه اینها رو در بیار، بهشون فکر کن و برو یکی یکی اون آدم‌هایی که بهشون ضرر زدی از دلشون در بیار، جبران کن. حالا ممکنه یکی بگه خب بعضی از اینا مردن، یا بعضی از اینا من یه کاری
بر علیهشون کردم، یه حرفی پشت سرشون زدم که اگه برم بگم فلانی من این حرفو پشت سرت زدم، دردسر و دعوا و نمیدونم شکایت و مشکلات بیشتری اتفاق میفته. اولا سعی کنید تا جایی که میتونید روی نفستون پا بذارید و آدم‌هایی که واقعا ممکنه برید حضوری از دلشون در بیارید، با اون شرط که به کلام هم کفایت نکنید و واقعا سعی کنید جبران بکنید اون خطایی که کردید. اما اگر آدمی هم هست که واقعا نمیشه حضوری ازش عذرخواهی کرد یا فوت کرده یا در دسترس نیست، برای اینها باید یه کار خیری بکنید و ثوابش رو به اونها هدیه بکنید. یعنی یه نذری بدید یا حتی مثلا نماز بخونید، مراقبه کنید. هر کاری که میدونید یک کارمای مثبتی داره، یه ثواب ایجاد میکنه و این ثواب رو به اون آدم بدید. حالا اینی که چقدر این کارو بکنید این دیگه بسته به اون آسیبیه که به طرف زدی و وجدان خودت و حس خوب خودت. یکی از کارهایی که کار در واقع استانداردیه خیلی انجام میدن حالت 40 است. یعنی میگی 40 روز مثلا من نماز میخونم یا 40 روز مراقبه میکنم یا 40 روز فلان چیزو نذر میدم، تمام ثوابش بره برای فلانی به جای اون آسیبی که بهش زدم و خدا این رو رحمت کنه و کمکش کنه و گشایش براش اتفاق بیفته و دعاهای خوب میکنی، قلبت رو باز میکنی. همین هم کفایت میکنه. و اگر این گره ها رو باز بکنید، گره های شخصی رو باز بکنید، کم کم توی شهوداتتون، توی مراقبه هاتون گره های عمیق‌تری برای شما نشون داده میشه که گره های شخصی شما نیست، گره های اجدادیه و بعد میتونید اونها رو باز کنید. وقتی گره کارمای اجداد رو باز میکنی، زندگی خودتون فقط تغییر نمیکنه بلکه زندگی همه اقوامتون، همه کسایی که در واقع اون خط خونی و اون نسبت خانوادگی با شما رو دارن، همه اونها زندگیشون تغییر میکنه. به همین خاطر یک گفته‌ای در یوگا هست، میگن کسی که روشنیده میشه فقط خودش رو شفا نمیده، خودش رو کامل نمیکنه، بلکه همه اجدادش رو هم شفا میده و در مراحل بالاتر این اتفاق میفته. حالا بخوام یه مثالی بزنم، نمیخوام وارد جزئیاتش بشم ولی کلیت رو برای اینکه یه ایده‌ای بهتون بدم. مثلا من یه خوابی دیدم شاید 6-7 سال پیش راجع به یه نفر که دیدم یه کارمایی داره با من و فکر میکردم این کارما شخصیه و خیلی رفتم جستجو کردم، آدم‌هایی که قبلا باشون ارتباط داشتم اینا رو پیدا کردم، مثلا ازشون عذرخواهی کردم و سعی کردم این کارما رو پاک بکنم. بعد 7 سال توی جلسه هیپنوتیزمی که روی یکی از اعضای خانواده انجام دادم، از یه جنبه دیگه همون ماجرا رو دیدم و فهمیدم که این کارمای شخصی نبوده، یه کارمای خانوادگی عمیق بوده. اصلا یه کارهای دیگه در یه لول دیگه نیاز هست برای انجام دادن، برای اینکه از اون عبور بکنیم. و این در واقع ماهیت لایه لایه بودن کارما رو نشون میده، مثل پیاز که اگه بخواید به مرکزش برسید بعد یکی یکی این لایه ها رو باز بکنید. هر چقدر لایه ها رو باز بکنید زندگیتون لذت بخشتر میشه، سبکتر میشه، کاراتون راحتتر میشه، روونتر میشه، قدرت‌های درونیتون بیشتر باز میشه، روزیتون بیشتر باز میشه. و بعد از اینی هم که خب توبه کردید، این خیلی اهمیت داره دیگه که از این به بعد هم سعی کنید دل کسی رو نشکنید، به کسی آسیبی نزنید. حالا بعضیا ممکنه بگن که اینم خب خیلی سخته دیگه، آدم در روز شاید با آدمای درگیر بشه، نمیدونم همکاری، دوستی، فروشنده‌ای یه جایی میخواد حق تو رو بخوره، یه جایی میخواد بهت زور بگه، نمیدونم یکی میاد بهت پیشنهاد رابطه میده، تو اصلا از اون آدم خوشت نمیاد، میخوای جواب رد بدی. خب همه اینا شاید باعث بشه اون طرف ناراحت بشه، دلش بشکنه. برای اینها ما باید چه کار بکنیم؟ ببینید این اصل نمیخواد شما رو بترسونه، یعنی بگی دیگه هیچ کاری نکنم، هیچ مثلا کارمایی ایجاد نکنم. شما حق دارید با آدم ها مخالفت بکنید، حتی اگه یه جایی یکی میخواد سرتون کلاه بذاره، زور بگه، شما هم از قدرت درونیتون استفاده بکنید. ولی اینها همش باید در
راستای عدالت و بر اساس وجدانتون باشه. یعنی حتی مثلا میخوای به یکی جواب رد بدی، بعد این یه جوری باشه که دل اون آدمه نشکنه، خیلی با مهارت باشه، قاطعانه باشه و شما مرز خودتون رو مشخص بکنید، بتونید اون پیامی که دارید رو بیان بکنید، ولی هیچ خشمی یا حس تحقیری در اون کاری که میکنید نباشه. حالا اگه اون آدم ناراحت میشه از جواب شما، از مخالفت شما، اون مشکل خودشه. اما یه وقتایی آدم ها از زورشون، از قدرتی که دارن سوء استفاده میکنن، یا همه خشما و کمبودایی که در خودشون دارن و به یک فردی که حالا ضعیفتره در مقابل ایناست به اون فرافکنی میکنن و اینها بده. شکستن دل بقیه، سوزوندن دلشون و اینها چیزاییه که خیلی مهمه. یعنی قبل از هر چیز دیگه اگه آدم میخواد آدم درست حسابی باشه و بگه که من واقعا توی راه معنویم، قبل از اینکه بره سراغ اون عددهای عجیب غریب و موجودات فضایی و چیزهای دیگه، بعد یاد بگیره که موجوداتی که روی همین زمین هستن و کسایی که نزدیکشن آسیب نزنه. باز این کتاب آقای بهاری هم میذارم، فکر میکنم ایشون هم خیلی توصیه که داره خوب، عملیه، اونم مطالعه بکنید. باز اگه نظری داشتید در قسمت کامنت ها بنویسید، خوشحال میشم نظرتون یا تجربتون راجع به توبه کردن، طلب بخشش و اینها رو با ما در میون بذارید. تا درودی دیگر، بدرود. اگر از تماشای این ویدیو لذت بردید لطفاً اون رو لایک کنید و برامون کامنت بذارید. اگرچه این کار ممکنه کوچک به نظر برسه، اما برای تیم راستمرد بزرگ و ارزشمنده، چون به ما کمک میکنه در یوتیوب بهتر شناخته بشیم و حمایتمون میکنه تا محتوای بهتر و بیشتری تولید و منتشر کنیم. از همکاری و حمایتتون متشکریم.